سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. با آموزش فال قسمت نهم در خدمتتون هستم. مشتری عزیزمون اینجا هستن. بهشون فالو میدم، قهوه رو میدم که بخورن و به من تحویل بدن. اگر قطع و وصل شد به خاطر همینه. قهوه رو خانم خوردش و به من تحویل داد. خب من باید اینو برگردونم و براشون بگیرم. برای شما هم توضیح میدم ما بینش که چه اتفاقی افتاده و توی فال چه چیزایی هست که هممون یاد بگیریم. خب الان برش میگردونم این تصویری که هستش و ما شروع میکنیم به تفسیر کردن. خب ببینید، نگاه کنید، فال این خانم فال خیلی جالبیه که براتون اونایی که مهم بزرگی سریم بگم، بعد میریم قسمت بعد کامل تر توضیح میدم که دقت کنید تو چشاتون عادت بکنه. بچه خیلی وقتا برای کسی میگیرین یه حالتی این کنارا میفته جدا از خود فاله. خب این قسمتی که میفته این جدا شدنه. این خانم از خانواده یه مدت جدا میشه، یه جدایی براش افتاده، شاید حدود 1 سالم طول بکشه که این اتفاق براش پیش بیاد. یا این قسمت هستش که 3 تا حلقه است، در واقع 3 تا حلقه است. گفتم اگر بسته باشه، حتی اگه شکلش هم فرق بکنه، گرد نباشه، حلقه حساب میشه. 3 تا حاجت میگیره این خانم، 3 تا حاجت میگیره، 3 تا حاجتی که براش مهمه و براش با ارزشه، اون 3 تا رو میگیره. این دوتاش چون جدا بود و اول براتون گفتم که به چشتون به قول معروف هم عادت کنه هم ببینید. این یک سفره بچه‌ها، یک خط مستقیمه، یک سفره، یه جابجایی، حلقه کوچولو هم سرش هست. خب ولی به جز اون شبیه چیه؟ شبیه چتری که بسته است که این دستش، این بقیه چتر است دیگه. بس به این زودی چون این لبم افتاده، این چون لبه افتاده بزرگم هست، بهش میگیم به این زودی تو هوای بارانی توی مسافرت داری. حالا برگردونیم براتون اینجا. ببینید این یه چادره، همون چادره است که گفتم براتون. این خانومه 100% یه سفر زیارتی هم داره به این زودی، چون کلا نزدیک لبه هستش، بس به زودی براش این اتفاق براش میفته. بچه کنار علامت خواستگاری یادتون مونده گفتم چه مدلی هستش؟ اینجا یه حالت علامت خواستگاری هم من میبینم، کنارش ستاره و پاپیون است. پس یه هدیه هایی به دستش میرسه، یه خواستگار داره که هدیه بهش میده. بچه اینجا من یک سنگ قبر میبینم. این یک سنگ قبره. خب علامت صلیب نیفتاده ولی حس سنگ قبر کامل داره. و یک علامتی من میبینم که یک مردی که حالت به قول معروف شاید مثل عمامه چیزی سرش باشه، یک شخص مهم دولتی افتاده کنارش. بس من میگم یه شخص مهم دولتی یا حالا عمومی فرق نداره، ولی شخصی هستش که روحانی هستش، فوت میکنه. این فوت کردن بس خیلی مهم هستش که اینجا افتاده و توی فال این خانم افتاده، ولی اصلا نمادی از آشنایی نداره. یعنی بگم این فامیلتونه، کس و کارتونه، نه، چیزی نیفتاده کنارش که من بگم فامیله. میگم بس یک شخص روحانی مهم فوت میکنه به این زودی. اینجا رو نگاه کنید. این برای خود این خانم شخصی افتاده یا خودش و اطرافیان، چون چند تا سره هستش، دستاشونو بردن بالا. این حالت خوشحال بودنه. حتی گریه شادی هم من میبینم کنارش، ولی خوشحالی کنارش، نه ناراحتی، خوشحالی افتاده کنار این حاجت هاست. بس بعد از اینکه حاجتاشو گرفت 100% یه خوشحالی خیلی خوبی هم براش افتاده. بچه نماد ساعت هم ببینید، این یه دایره است که عقرب ساعت داره، این لحظه شماریه، یه چیز به زودی برای این حاجتاش و خوشحالی برای این خانم افتاده. بس به این زودی این اتفاقا براش میفته. من فال این خانم به نظرم خیلی خوبه. بعد چیزی هم که توش هستش تاجه. من علامت تاج خیلی میبینم توش، چند تا علامت تاج میبینم. این یه علامت تاجه، حالا نمیدونم شاید خیلی واضح نباشه برای توی دوربین، برای این یه تاجه. یک موقعیت عالی
کاری حالا شغلی برای این خانم افتاده که 100% بهش میرسه. به جز اون چند تا تاج دیگه من میبینم که خیلی خوب افتاده براش. کلا فالش عالیه. این چند تا جدید بزرگ بود براتون گفتم تا بقیهش برای خانم خودش بگم و انشاءالله که شما هم یاد بگیرید. بچه ما توی فال چند مدل چشم میفته. خب یه چشم معمولی آدمه، مثل این. نگاه کنید اینو. چشم معمولیه، یه چشم آدم خود، مثلا همونایی که خودمون داریم دیگه. این چشم نماد دیدار هستش. دیدار یعنی به این زودی این خانم یه دیدار داره. حالا اگه مثلا زمان داشته باشه، چیزی داشته باشه، براش توضیح میدیم. ولی یه مدل چشم هست مثل اینه. نگاه کنید، یه شکل چشم میده ولی چشم واقعی آدم نیست. این نماد تو چشم بودنه. این خانم به این زودی، چون وسط نلبکی هم افتاده، به زودی زود یه چیز مهم اتفاق میفته و توی چشم میفته. خب این یعنی الان اون خانم تو چشم بودن توی زندگیش هستش، توی کارش، توی روابط زندگیش اینا هستش. یه مدل دیگه چشمم هستش، چشم زخم خوردنه. اونو الان چون تو اینا نیستش براتون نمیتونم بگم شکلشو که یاد بگیرین، ولی اون مدلم هست، اونم دیدم براتون نشونتون میدم که شکل اونم بیفته یادتون. که کسی مثلا چشم زخم خوردن حالت منفی داره چشمه، اونم براتون توضیح میدم. خب ببینید بچه ها، در ادامه چیزایی که بتونم برای شما توضیح بدم اینطوری هستش که میخوام اونایی که حداقل واضح باشه شما ببینید، چون بقیه‌شو برای خانم عزیز مشتریمون گفتم. نگاه کنید، اگر ببینید این کشتیه، ببینید یه کشتی از اینه هستش توی بندر، اینا اگر دیده باشین کنارش هم چند تا پول و اینجور چیزاست. یک جابجایی برای این خانم افتاده. اگر دیدین فضای دورش طوری هستش که به قول معروف یه حالت خوشی و اینجور چیزایی هست، احتمالا خود سفر هم هستش. خب یعنی به جز بحث میگن کشتی نجات هستش، چون معنی کشتی نجات دادن از موقعیته. به جز اونم من قیافه خودشم میبینم، بس احتمال میدم به جز اون چون بحث مالی هستش یه اتفاق خوبی براش میفته و نجات پیدا میکنه از الان، از موقعیتی که الان داره. بهش میگم یه سفر دریایی هم در پیش داری، جابجایی داری. بچه اینم هستش، حالا نمیدونم ببینید یا نه، یک مربع پر از پنجره است. این یه کار اداری هستش، گفتم اینم درشه، خودش یه کار اداری بس براش پیش میاد. برای این خانوم گفتم فالشون خیلی جالب بود، کار اداری زیادی افتاده، باید کار اداری زیادی انجام بده، ولی پر از خیر و برکت براش. یعنی برای هر موضوعی که رفته، حالا برای من توضیح داد، ولی برای هر موضوعی که رفته شما میگین کار اداری که دارید به نفع اصلا درست میشه، کاراتون خیلی خوبه و به قول معروف مشکلی هر چی باشه حل میشه، جواب میگیرین. توی فالش بازم میگم چند تا تاج من دیدم، بس تاج یک موقعیت خیلی عالیه، یعنی سر و سامون دادن و به مرحله بالاتر پیشرفت کردن هستش. اینا رو داشته باشین. من برم بقیه‌اش رو براتون بگم و به جز اونم فنجان رو براتون بگم. خب بچه من فنجان رو برمیگردونم، برای خانم مشتری عزیزم میگم و بعد برای شما توضیحش میدم. خب ببینید، حالا من تا اونجایی که راه داشته باشه خانم اجازه دادن من براتون میگم. من بزرگا رو براتون میگم. اول چیزی که میاد ذهنتون چیه؟ این یه قلب دیگه، یه قلبه که شبیه یه قفله که باز شده. پس یه مسئله احساسی، یه گره احساسی که واقعا براشون مهمه و تقریبا میشه گفت نیت اصلیشون بوده، براشون باز میشه. قفلش باز میشه، به آرامش میرسن، روشنی کنارش افتاده و این خانم هر مشکلی داره در مورد مسئله احساسی براش حل میشه. ببینید وقتی حالا چند نفر پرسیده بودن در مورد مثلا اسم و اینجور چیزا، ما هر چیزی که بیفته میگیم توی، البته کنار مسئله احساسی منظورمه، ربط میدیم به اسم طرف مقابل. مثلا من یه و اینجا میبینم، یا حالا مثلا بچرخونید به و، حالا اینجا مثلا کلمات دیگه هستش، اونا هستش که من برای خانم خودشم گفتمش.
ببینید این یک چشمه، الان از دور نگاه کنید اینجوری حالتی، این یک حالت چشم بازم داره ولی چشم طبیعی نیست، همونی که گفتم توی چشم بودنه. نلبکی رو که نگاه کردین اینم خب هستش، با همدیگه ترکیب کنید چون مسئله اداری و کار اداری بازم تو این هست. بس من به این خانم میگم شما از نظر دولتی یا کاری به یه جایی میرسین که جلوی چشم میفتین و خیلی هم به قول هم میدرخشین، هم کارتون خیلی خوب هستش. خب بعد به جز اونم کفش یک خط مستقیم رو میبینید، این یک سفر هستش ولی سفری که یه دفعه و یهویی پیش میاد برای این خانم. اونجا براش توی نلبکی همین افتاد، اینم دقیقا همین مسئله هستش. بعد این قسمت هم ببینید حالت اعضای بدن داره، اینجور حالتی بگیرم که ببینید کامل این حالت اعضای بدن داره. پس این خانم بعد از اینه که مسئله احساسیش برطرف شد رابطه میگیره. به جز اونم حالا من چون فقط همین چند تا رو اجازه گرفتم که بگم، بقیه رو برای خانم مشتری عزیزمون میگیرم دوباره میام براتون توضیح میدم. بچه فقط اینو یادتون باشه ساعتی که اونجا بود دیدی اینجا همون ساعته، دقیقی شماری براش دقیقی شماری یه مسئله اینطوری افتاده که دقیقی شماری، چون که اونجا گفتمش براتون اینجا میگم هر جای ساعت دیدید یعنی هم به زودی این اتفاق میفته، زمان داره ولی به زودی هم هستش، دقیقه شماری بکنید براش. ببینید یه چیزی در ادامه میخواستم براتون توضیح بدم. گفتم که چون شما میخوان یاد بگیرین و برای کسی انجام بدین تو ذهنتون داشته باشید. اول از این که در مورد فال اینو بگم که ما وقتی حروف میفته، مثلا حروفای ایرانی میفته، مثلا س مثلا میفته، ب که میفته، مثلا حالا نمیدونم الف میفته، هر چیزی که افتاد این نشونه اسم طرف مقابلتونه. یا حالا اگه مثلا برای کسی بگیرین، اگرم نگرفتین، اگر شکل کنارش بود میگیم کسایی که این حروف مثلا دارن، این مال اسامی اشخاصه. خب ولی بعضی وقتا حروف خارجی میفته، مثلا پ میفته، نمیدونم د میفته، یا مثلا الان به قول معروف هر کدوم از اسمایی که میفته، حروفایی که میفته این مال کشورهای خارجیه، اول کشور خارجی. خب میگیم مثلا تو اگه دی افتاد میگیم به کشوری میری که اولش دی هستش، دانمارک مثلا تو ذهنمونه حالا مثال، یا مثلا چیزای دیگه که در مورد حروفا بود، حروف خارجی مال کشور خارجی، حروفایی که ایرانی هستن برای اسامی اشخاص استفاده میشه. یه چیزی دیگه هم هستش که حتما باید شما بدونید، بعضی وقتا کسایی که میان فال میگیرن خب همراهشون کسی هستش، اون شخص حالا شاید دوستش باشه، اعضای خانواده باشه، کسی باشه، حالا خانواده شوهرش باشه، نمیدونم خانواده خودش باشه، من فرقی نداره برام. وقتی اینطوری میان شاید در کنار شما، در روبروی شما میشینن صحبت میکنن، شما یک فالش رو وقتی میگیرین خب شاید طرف با رو در بایستی حالا تو جمع هستش، یا رضایت نداشته اومده یهویی خواسته بگیره اصرار بهش کردن یا چیزی اینطوری بود، شاید شما وقتی براش فال میگیرین روش نشه، یا مثلا شما یه چیزی ازش میپرسین با اکراه و حالا یه جوری بهتون بفهمونه که مثلا تو رو در بایستی هستش، یا جوری هستش که نمیتونه به شما بگه، شاید اصلا دروغ به شما بگه، شما یه چیزی ازش بپرسید یا بگید مثلا این اتفاق افتاده، بگه نه اصلا اینجوری چیزی نیست و من حالا قبول ندارم، اینجور چیزا هستش. یعنی فکر نکنید که طرف مقابل 100% با شما همکاری میکنه. شما اون چیزی که در فال میفته و براش بگین. فالم بارها گفتم از نظر علمی ثابت شده هستش، چون از بزاق دهن خودتون هستش و از نظر علمی این ثابت شده که زمان بی‌معنا هستش. بزاق دهن شما که از بدن خودتون هستش، چون زمان بی‌معنا هستش پس احتمالاً میتونه راحت از آینده شما
بهتون خبر بده. بدن شما اینو احساس میکنه، اینو میدونه که زمانی وجود نداره. حالا اینا که برای ما میگن در قرآن هستش یا در تقویم هستش، اینو خدا جوری برای ما برنامه ریزی کرده که ما بفهمیم، زمانها رو بفهمیم، درک کنیم روزانه هامونو که چجوری سپری میکنیم و اینطور چیزا. ولی در واقعیت در فیزیک کوانتوم یا الان هر چیزی که شما فکر بکنید، زمان معنی نداره. شما همین مسافر زمان بودن اینه، در اصل این هستش که میتونید در زمان بیایید و برید، در صورتی که حالا یک سری کارا رو انجام داده باشین حالا. ولی در مورد اینی که بزاق دهنتون مال آیندهتون رو میگه، هیچ شکی نداشته باشین. حالا یه مثال میگم، این خانم حالا مشتری عزیزمون نه، ولی کسی بود، یک موردی پیش اومد، شخصی اومد اینجا انکار کرد، گفت من اینطور این اتفاق برام نیفتاده. بعدن با چون خانواده همسرش اومده بودن، بعد از اینکه رفت زنگ زد و گفت خب دقیق بوده این اتفاق برای من افتاده، ولی خب نمیتونستم بگمش. این یک مثال بود که خواستم اینم براتون بگم که یادم نره اینو براتون بگم. هر چیزی که هست تو براشون بگین، مطمئن باشین دقیق هستش و نترسید. خداحافظی میکنم خدمتتون برای جلسه بعدم. امیدوارم که چند سری تمرین کنین و ادامه بدیم. ممنون.